میکنن. شب قدر برادران عزیز این شب نزول قرآن است. شب قدر شبی هست که در این شب الله رب العالمین قرآن به یک جایگی یعنی بود از لوح المحفوظ به بیت العزت به آسمان دنیا را پایان کرد. یعنی قرآن کامل بود از لوح المحفوظ به بیت العزت در این شب قدر نازل شد و از بیت العزت که در آسمان دنیا هست در دوام 23 سال پیغمبری جناب پیغمبر خداوند این قرآن آیه آیه سوره سوره موافق هر حادثه و واقعه زمان خداوند یعنی که دنیا را بر روی زمین نازل کرد. قرآن کامل نازل نشد، یعنی قرآن بود به دنیا را نه آمده است. در دوام 23 سال پیغمبری جناب پیغمبر آیت آیت سوره سوره، یعنی که ما دو نوع آیت داریم، آیت مکی و مدنی. آیت هایی هستند که در حالت پیغمبر بزرگوار در مکه بودن 13 سال او نازل شدند. با آیت های داریم که مدنی هستند، یعنی جناب پیغمبر وقتی به مدینه منوره آمدن در اینجا نازل شدند. یعنی قرآن در دوام 23 سال از آسمان به زمین پایان شد. اما اصل نزولش این در شب قدر، یعنی از لوح المحفوظ به بیت العزت در شب قدر نازل شده است. اکنون سبب نزول سوره قدر که ما و شما اینا انزلنا میگوییم، سبب نزول ایرا روایتی هست که امام مجاهد روایت کرده اند. میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از زمان بنی اسرائیل، یعنی از زمان امتهای حضرت موسی علیه السلام یک قصه خواند. جناب پیغمبر قصه خواند که در اون زمان یک جوان صالح، یک جوان عبادتگر، یک جوان خیلی خوبه، یعنی که شب تا سحر عبادت میکرد، روز تا بگه یعنی شمشیر از غلاف جدا کرده در راه خدا جهاد میکرد، خدمت میکرد. این شخصیت 1000 ماه این چنین در راه خدا یعنی خدمت کرد. وقتی پیغمبر بزرگوار از دور زمانی یعنی حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی بنی اسرائیل چنین حکایت خوان، بعد از اون جناب پیغمبر بسیار حسوس خورد، یعنی آرزو کرد که کاش که امتهای من هم عمری دراز می داشتند مثل این جوان بنی اسرائیل برین در راه خدا خدمت میکردن، عبادت و طاعت میکردن. وقتی که خدا جناب پیغمبر یعنی این تمنا را کرد، این آرزو را کرد، خداوند این سوره قدر یعنی که نازل کرد. بعضی از مفسرها گفتن سبب نزولش همین است که سوره قدر ما و شما میخونیم که استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله العظیم. رب العالمین در ابتدای این سوره به سوی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب میکند که ما فرستاده ایم، انا انزلناه، ما نازل کردیم، یعنی فرستاده ایم این قرآن را در شب قدر. قدر مفسرها 3 نوع تفسیر کردگی هستند. گفتن معنای قدر یک معناش این است که شب ارزشمند، خیلی شب یعنی بزرگ، شبی که فضیلت و ثوابش زیاد است، شبی که یعنی که خیلی در درگاه خدا ارزش داره، قدر داره. دیگر نوع مفسرها قدر گفتن که شب تقدیر است، شب مقدرات است که در یک ساله تقدیرات انسان خداوند در این شب معین میکنه. یعنی کدام انسان خوشبخت میشه و کدام انسان بدبخت میشه و کدام انسان یعنی خرسندی و شادی در حیاتش میآید، کدام انسان غم میآید در حیاتش، کدام انسان فایده میکنه ضرر میکنه. قصه کوتاه شب قدر بعضی از مفسرها گفتن این شب تقدیر است، شب تقدیر ساز که یک ساله تقدیرات انسان در این شب معین میشود. اگر انسان که در این شب عبادت داشته باشه، بندگی داشته باشه، به فضل و مدد الهی ان شاء الله که یعنی این سالش تا رمضان آیان یعنی پر نور و پر برکت و نورانی میگذره. اما شخصیت یک خواب رفته در غفلت گذرانید و اون معین است که اگه خداوند خودش به حالش رحم داشته باشه. یعنی یکم معنای قدر شب ارزشمند، دویم معنای قدر شب تقدیر،
شبی که در این شب مقدرات انسان یک سالش معین می شود. سوم معنای قدر، مفسرین گفتند که به معنای تنگی آمده است قدر. در این شب ملائکه ها از آسمان بچنان زیاد پایان می شدن، بچنان زیاد یعنی بر روی زمین نازل می شدن، می فرامدن که روی زمین برای اونها دیگر تنگی می کرده است، یعنی اونها را نمی برده است. یک جمله اونها، یک گروه می آمدن بر روی زمین، این جمله دیگه یعنی بالا می شده است، با بسوی آسمان می رفته، یعنی روی زمین دیگه اونها را نمی برده. دیگر معناش گفتن که قدر به معنای تنگی هم آمده است. اکنون این سه جمله قول مفسرین است که مفسران یعنی که قدر این چنین معنا کردن. یکمش گفتن شبی ارزشمند، دویمش شبی تقدیر، سومش شبی که روی زمین دیگر برای ملائکه ها تنگی میکنه. رب العالمین گفت که ای محمد صلی الله علیه وسلم، ما این قرآن در این شب قدر برای تو نازل کرده ایم. یعنی که در این شب ارزشمند، شب قدر فضیلت و ارزش و بزرگیش به خاطر نزول قرآن است، چون که قرآن خودش نوری بود که این ظلمت ها و تاریکی های دنیا را یعنی نورانی گردان، روشن گردانید. ما و شما هم که امروز الحمدلله هدایت یافتیم و حقیقت فهمیدیم و عبادت میکنیم، اکثرش از چی است؟ از گفته های قرآن است. ما یعنی با گفته قرآن زندگی میکنیم که ما و شما نجات می‌یابیم. به تعبیر محمد اقبال میگه نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. مثل حق این قرآن میگه وقتی که به دنیا یعنی که پایان شد، نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. تمام یعنی دینهای باطله و فاصله و دینهای فاسد و یعنی دینهای منسوخ از بین دور کرد این قرآن. حضرت میگه یعنی آشکارتر برای شما بگم که فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. در اصل قرآن کتاب عادی نیست برادران عزیز. قرآن خداوند آیت با روح یعنی خداوند بیان کرده است که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. رب العالمین در جای قرآن روح گفته، در جای خداوند قرآن نور گفته، در جای خداوند قرآن یعنی که فرق کننده فرقان گفته، فرق بین حق و باطل. یعنی قرآن خداوند با موافق یک روایت 12 نامش گرفته است. یعنی قرآن هم نور است، هم نجات است، هم فرق کننده است، یعنی هم روح است که انسان زنده میگردانه. فاسق و منافق و مشرک و کافر وقتی اطاعتگر عمل کننده به این قرآن شد، این قرآن زندهش میگردانه، حیاتی ابدی و جاودانی براش میبخشه، حیاتی خوشبختانه براش میبخشه. کلمه قرآن معناش چیست برادران عزیز؟ ما فقط قرآن شنیدیم، شاید که 90% این جمعیت ندونه قرآن چی معنا داره. کلمه قرآن به معنای خوانش میشه و کتاب خوانش، کتابی که باید دائما انسان در خواندن او مشغول باشه، دائما انسان باید این قرآن تلاوت داشته باشه، قرائت داشته باشه، باید مسلمان به معنای این قرآن آشنا باشه. به تعبیر محمد اقبال گفتن چون به جان در رفت جان دیگر شود. این قرآن وقتی که در حیات هر شخصیت عملی شد، حیات او را دیگرگون میکنه، حیاتش پر نور میکنه، حیات او را حیات خدایی میگردانه، یعنی حیات او را حیات پر از عبادت میگردانه. مثل حق پنهان و هم پیداست این، مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. مثل حق یعنی مثل پروردگار، این کلام ذاتش است. قرآن کتابی نیست که یگان شخصیت عادی نویسه، کلام الله، سخنهای الله است، یعنی صحبت پروردگار با بنده هاش است. این قرآن زنده و پاینده و گویا همیشگی هست. ببین از دور جناب پیغمبر تا زمان ما را زیاده از 1400 سال شد. اون قرآن است که تغییر نیافته است، اون قرآن است که امروز هم باشه الحمدلله ما استفاده میبریم. ما
گفته های او زندگی میکنیم. حضرت آخر چی گفتن؟ گفتن گر تو میخواهی مسلمان زیستند نیست ممکن جز به قرآن زیستند. برادر بزرگوار، اگر بخواهی که در دنیا سلامت زندگی کنی، خوشبخت زندگی کنی، اگر بخواهی که در دنیا یعنی به عزت و به حرمت و فضیلت و شرافت و کرامت و محترم و بزرگ و خوشبخت باشی، حضرت میگه در این فتنه ها و بدی های دنیا برات ممکن نیست. فقط یگانه یک راه داری، اون راه هم به قرآن زندگی کردن است. اون راه هم با گفته قرآن زندگی میکنی، سلامت میمانی. نباشه غیر از گفته قرآن در هر راهی که رفتی راهی سلامتی نیست. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی رحلتی از دنیا شو بودن، برای اهل اصحاب یک وصیت کردن. گفتن ترکت فیکم واعظین، گفتن من از بین شما یعنی میروم، از بین شما دور میشوم، برای راهبری و راهنمایی شما من دو واعظ نصیحتگر باقی میگذارم. اگر شما این دو واعظ پند نصیحت گوش کرده و با گفته این زندگی کرده، شما بدبخت رسوا نمیشوی. اینها چی هستند؟ الناطق و الصامت. جناب پیغمبر فرمودند یکی از اونها خاموش است، دیگرش یکی از اونها گویا هست و دیگرش خاموش. الناطق القرآن و الصامت الموت. اونه که گویا هست، جناب پیغمبر گفتن قرآن است که با گویاهیش شما را نصیحت میکنه. که متاسفانه امروز مسلمان و مسلمانزاده دور و زمان ما از قرآن استفاده برده نمیتونه، چون که یعنی علمش نداره، از علم قرآن دور شده است. دویمش که خاموش است، این مرگ است. برادران عزیز، ما و شما باید مسلمان ها نه تنها یعنی تلاوت عادی قرآن بدانند، باید مسلمان، شخصیت مسلمان باید معنای قرآن بدانند. قرآن خودش کتاب زندگی هست، کتاب نجات است، کتابی است که انسانها را هدایت میکنه، راهنمایی و راهبری میکنه. اما متاسفانه از بس که امروز 90% مسلمان از علم قرآن دور مانده است، مثل بیمار شده است که در سر یک سفره پر از نعمتهای خدا میروه اما استفاده برده نمیتونه. میگه من دردمندم، برای من معنی است، دکتر من معنی داشته است. و تعبیر محمد اقبال میگه زی فرمان قرآن چو رخ تافتی بجای خوشی ناخوشی یافتی. ای مسلمانی که امروز از قرآن دور شده، ببین چه قدر بدبخت، چه قدر خار شده، چه قدر عذاب روحی و جسمانی میکشی، چه قدر غریبی از سر میگذرانی، چه قدر بی‌برکتی در حیاتت پیدا شده است. سببش این است از قرآن دور مانده. برادر عزیز بزرگوار، در جای دیگه میگه زی قرآن پیش خود آینه آویز دیگرگون گشته ای از خود بگریز. ای مسلمان، از گفته قرآن، از تعلیم قرآن، از پند و حکمت و نصیحت قرآن در پیش خودت همچو آینه برین بگذار و عملهای خود، سر و صورت خود، زندگی خود، فعل و کردار خود در او آینه قرآن نگاه کن. دیگرگون شده ای، رنگ و بو از قرآن نداری. به همین خاطر وقتی که از قرآن دور شدی برادر عزیز و بزرگوار، ببین که چقدر رنج عذاب میکشی. این قرآن کتابی چی هست؟ کتاب زندگی هست. اکثر مردم ما شاید از بس که از علمش دور هستن فکر میکنن که قرآن برای چی باشه؟ برای مرده ها، یعنی در حق مرده ها ختم کردن، در حق مرده ها در سر مزار سوره تبارک خواندن، در سر قبر پدر و مادر آیت خواندن. البته برای مرده هم رحمت است، اما من و شما زنده ها زیادتر به این قرآن محتاج هستیم. برادران عزیز، اگر بخواهی راه حل تمام مشکل ها را قرآن بیان کرده است. خداوند قرآن میگه لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یگان تر و خشک نمانده است مگر اینکه خداوند در این قرآن او را بیان کرده است. هر چیزی که انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوانه. درباره احترام پدر و مادر قرآن صحبت میکنه، درباره معامله بین زن و شوهر قرآن صحبت میکنه، درباره دوستی و محبت بین اکا و دادر قرآن صحبت میکنه، درباره تمام حتی خرید و فروش، نکاح و طلاق، حتی قرض دادن و قرض گرفتن، هر چیزی که در یعنی زندگی انسان لازمی و ضروری است اون باره قرآن صحبت میکنه. اما متاسفانه ما از علمش دور هستیم. اکثر مسلمان امروزه از علم این قرآن دور است. اکنون گفتیم رب العالمین گفت ای محمد صلی الله علیه وسلم ما این قرآن در شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما لیلة القدر.
ای محمد صلی الله علیه وسلم آیا تو نمیدانی که این شب قدر چی شب است، چی قدر دارد، چی ارزش دارد، چی فضیلت دارد، چی بزرگی دارد؟ آیا تیره نمیدانی؟ اگر ندانی بدان لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر عبادت کردنش از 1000 ماه بهتر است. نگفت خداوند در این آیت نگفت که برابر 1000 ماه، بلکه از 1000 ماه عبادت کردن بهتر است. ببینه که جواب اون آرزو و تمنای جناب پیغمبر در این آیت گردانده شد. جناب پیغمبر گفت ای کاش که امتهای من عمر طولانی و زیاد میدیدن، هزارها سال، هزارها ماه در راه خدا خدمت میکردن، عبادت میکردن. وقتی که یعنی حسوس خورد، آرزو کرد، خداوند جواب شگردان که اگر امتی تو به همتی نکنه، سستی نکنه، تنبلی نکنه، ضعیفی نکنه، در این شب قدر شب زنده داری کنه، عبادت کنه، ثواب 83 سال و 6 ماه عبادت از خود میکنه. ببین فقط 1 سال، 1 شب عبادت کردنش ثواب 1000 ماه عبادت غیر رمضان داره. ببینه فقط 1 شب قدر عبادتش برابر چی هست؟ برابر 1 عمر انسانی که 83 سال و 6 ماه عمر میبینه، 83 سال عمرش در عبادت و بندگی خدا میگذران. یک شخص صالح، یک شخص عبادتگر، یک شخص خیلی بنده خوبی خدا. اگر انسان به حضور دل، به اخلاص کامل، فقط 1 شب خاص به خاطر خدا جدا کنه، یعنی سستی نه. امشب شب تنبلی نیست برادر عزیز، امشب شب موسم است، موسمی است که انسان باید حرکت داشته باشه، باید استفاده ببره. عبادتش جناب خداوند گفتن که چی هست؟ بهتر از 1000 ماه عبادت کردن. اکنون خصوصیاتی که این شب داره، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب روح الامین که حضرت جبرائیل علیه السلام است و ملائکه های آسمان که اکثر اونها ملائکه های مقرب هستند. ملائکه ها برادران عزیز اونها معصوم از گناه پاکیزه هستند، اونها را خداوند از نور خلق کرده است، اونها یگان ذره گناه نمیکنند، از طاعت و بندگی خدا سرکشی و نافرمانبرداری نمیکنند، اونها نفس شهوت ندارند، فقط عقل دارن، عبادت میکنند. این ملائکه ها، این بنده های پاکیزه و خاصی خدا در این شب قدر برای تبریکات، برای زیارت و برای اون هدیه ها و یعنی دستوری که خداوند برای اونها میدهد، اونها به نزد ما شب زنده دارها را پایان میشوند. در تفسیر این آیتی که تنزل الملائکه و روح که در این شب ملائکه های آسمان و حضرت جبرائیل پایان میشود، مفسرین یک حدیث آوردن، گفتن که در این شب خداوند حضرت جبرائیل دستور میداده است، امر میکرده، میگفته ای جبرائیل این شب تا تو پایان شه، یعنی به روی زمین بره، کدام بنده از بنده های من بیدار باشه، شب زنده داری و عبادت کنه، با این بال و پری خود سر بدن او را محض بکش، یعنی این پرها تا سر بدن او بمال، بشک، برسان. جناب پیغمبر گفتن که حضرت جبرائیل پایان میشود، هر شخصیتی که عبادتگر است و شب زنده دار است، حضرت جبرائیل با اون بال و پرش سر بدن ای را محض میکشه. بعد از این شخصیت هرگز بدبخت و رسوا و جهنمی نمیگرده. ببینه اینم یک بشارتی خوشی هست برای کی؟ برای شب زنده دارهای این شب. هر شخصیتی که این شب عبادت کرد، جبرائیل علیه السلام چیکار میکرده؟ بال و پرش در سر بدن اون شخصیت میمالیده، میشکیده و این شخصیت ابدی دیگر بدبخت و خوار نمیشده. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. اینها اکن این ملائکه ها همراهی جبرائیل علیه السلام به چی خاطر پایان میشوند؟ رب العالمین در این آیت بیان کرده است. هر کدام به یک امر از جانب خدا مأمور هستند، وادار هستند، خداوند اونها را دستور داده است. شاید بعضی اونها
از اون رحمت و خوشی هایی که خداوند در قسمت ما بنده هاش کشیده است اونها میارن. بعضی اونها یعنی خبر مغفرت و پاکیزه شدن از گناه هم میارن. بعضی اونها یعنی مقدرات انسان دیگرگون کنی، یعنی بدبختی ها را، بدی ها را، ناخوشی ها را از حیات دور کنی می آیند. یعنی هر کدام اونها از جانب پروردگار دستور مأمور هستند. خداوند اونها را امر کرده است به یک امر پایان می شوند. نه تنها اینکه یعنی روی زمین بیاین و عبادت ما را تماشا کنند. حتی در بعضی از روایت ها آمد است که وقتی ملائکه هایی که پاکیزه هستند یعنی معصوم هستند، وقتی عبادت شب زنده‌دار های این شب می دیدند و می دیدند که خداوند در این شب برای این بنده ها چقدر ثواب بزرگی در حقشون می بخشد، اونها هم این ثواب آرزو میکردن. اونها هم یعنی تمنا میکردن که ای کاش که این ثواب برای ما هم نصیب میشد. اما این ثواب و این شب قدر خاص برای ما امت اسلام، امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اکنون دیگر خوبیه که در این شب است، سلام هی حتی مطلع الفجر. برای شب زنده‌دارهای این شب، برای شخصیت هایی که در این شب زنده‌داری میکنن، عبادت میکنن، از جانب خداوند خبری سلامتی هست. یعنی در این شب خداوند این شب زنده‌دارها را عذاب نمیکنه، عتاب نمیکنه، بلا را به بالاشون نمیاره. در این شب عبادتگرهای این شب بدبخت و رسوای دنیا و آخرت نمیگردانه. یعنی خداوند خبری سلامتی داده است، خبر داده است که کسی که در این شب عبادت کرد او شخصیت سلامت میمانه. یعنی که از قهر و غضب الهی، از عذاب الهی، از رنج و مشقت دنیا و آخرت او شخصیت سالم میمانه، سلامت میمانه. حتی مطلع الفجر، تا یعنی که برآمدن آفتاب سحر 27، یعنی فردا تا سحر. اکنون برادران عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشون درباره فضیلت این شب فرمودند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتن هر شخصیتی که شب قدر، شب زنده‌داری کنه، عبادت کنه، خداوند عبادت‌هایی که تا این لحظه را، گناهایی که تا این لحظه را کرده بود، تمام گناههای گذشتهش مغفرت میکنه، گناهاش میبخشه. یعنی که خداوند به سبب عبادت شب زنده‌داری این شب گناههای یعنی که را انسان عبادتگر میبخشید است. و همین خاطر ما و شما برادر عزیز بزرگوار از این لحظه ها استفاده ببریم، از این شبها حرکت کنیم که استفاده ببریم. ببینید چقدر شبها کوتاه هستند. وقتی ما تراویح میخونیم خودش تقریبا ساعت به 1 می آید، از این جانب ساعت 3 خودش بامداد میشود، ساعت 4 یعنی 26 4 27 افتاب میبراید. اون قدر زیاده نیست. انسان میتواند که در این شبهای کوتاه هم شب قدر عبادت کنه، هم از ساعت 4 و نیم او جانبش خواب روه، انشاءالله تا ساعت 9 و 10 خواب روه، سیر خواب میکنه. برادر عزیز صفا رختون پر کنه، التماس پیش بزگره. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم درباره شخصیت هایی که یعنی از این شب استفاده نمیبرن، از این شب یعنی عبادت نمیکنن، جناب پیغمبر بسیار یعنی تهدید سرزنشی سختی کردن. حدیث خیلی طولانی هست. در آخر این حدیث جناب پیغمبر گفتن که فیه لیلة خیر من 1000 شهر. گفتن در این ماه شبی هست که عبادتش بهتر از 1000 ماه هست. من حرم خیرها فقد حرم. گفتن هر شخصیتی که در این ماه خودش محروم گردانید، در این شب هر شخصیتی که از عبادتش یعنی از ثواب این شب خودش محروم گردانید، او شخصیت از تمام خوشی ها و خوبی های حیات خودش به نصیب گردانده است. یعنی کسی که استفاده نبرد از این شب، او شخصیت چیکار کرده است؟ از همه خوشی ها و خوبی های یعنی این ماه خودش محروم گردانده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن تا یا رسول الله وقتی که ما شب قدر پیدا کردیم، در شب قدر حاضر شدیم، آیا کدام دعا را ما زیادتر دعا کنیم؟ کدام دعا برای ما بهتر است که زیادتر اون دعا را تکرار کنیم؟
حضرت فرمودند که این دعا را شما زیادتر دعا کنه که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. این دعا را اگر به زبانی یعنی تاجیکی هم عربیش ندونی با تاجیکی هم دعا کنه میشود. جناب پیغمبرتون شما دعا کنه که ای پروردگار ذاتی تو، ای الله تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست می‌داری، ای پروردگار در این شب گناه‌های ما را ببخش. یعنی این جمله را اگر شما لفظ عربیش هم که ندانه میشه که به زبان یعنی خودمون به زبان تاجیکی را تکرار کنه. خداوند گفته که جناب پیغمبر صلی الله علیه و حضرت عایشه مادرم تعلیم دادن که یعنی دعا کنه که ای پروردگار تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست می‌داری. در اصل خداوند بخشیدن دوست می‌داره. بخشش گناه وقتی بنده نزد خدا توبه میکنه و از پروردگار طلب مغفرت میکنه، خداوند چقدر خرسند و خوشحال میشده است. از حد زیاد خداوند خرسند میشده به توبه کردن بندش. یعنی که این دعا را حضرت عایشه مادرمون گفتن که این دعا را کنه که ای پروردگار تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست می‌داری، در این شب گناه‌های ما را